سلام علیکم. به سری ویدیوهای کرسی خوش اومدید. تو کرسی بذار بگم چرا اسمشو گذاشتم کرسی، چون جای جز تختم برای گرفتن ویدیو نداشتم فعلا. اسمشو گذاشتم کرسی و اینکه قراره تو سری ویدیوهای کرسی به سوالی که به ذهنم میرسه و جواب براش ندارم برم از این منبع معتبر بخونم و به شما تعریف کنم. سوال این هفته اینه که چی شد که حکومت هخامنشیان با اون همه عظمت به دست اسکندر نابود شد؟ داستان از یه جنگی شروع میشه به اسم ایسوس یا ایسوس، تلفظشو نمیدونم. این جنگ بین داریوش سوم و اسکندر رخ میده. تو این جنگ اسکندر در کمال ناباوری پیروز میشه و هزاران سرباز ایرانی جلوش کشته میشن. داریوش سوم فرار میکنه و اسکندر که پیروز میدون شده و آرزوی فتح تخت جمشید و گرفتن انتقامی که حالا بعداً بهش احتمالاً اشاره میکنم و داره، شروع به کشورگشایی میکنه، در واقع شهرگشایی. اسکندر شروع میکنه به فتح شهرهای مختلف ایران تا برسه به خود تخت جمشید. خیلی از شهرها راحت تسلیم میشن، خیلی هاشون مقاومت میکنن، مثل شهری به اسم تایر یا تایر، نمیدونم تلفظشو، که حالا موقعیت الانش هم اینجا مینویسم. بعد این شهر مثلا 7 ماه مقاومت میکنه ولی آخر سر تسلیم میشه. مصری‌ها نه، خیلی راحت. حالا علتش چی بوده؟ علتش این بوده مصری‌ها از هخامنشیان ناراضی بودن و این اون قسمتی بود که خودم خوندم گفتم مگه میشه؟ چرا ناراضی بودی؟ بعد فهمیدم که مثلا خب هخامنشیان حکومت به این گستردگی بزرگی و اینا خب توسط یه نفر که نمیشده که اون همه اداره بشن. ساتراپ ها اینا رو اداره میکردن. ساتراپ چیه؟ حالت استانداردتور خودمونه. ساتراپ هایی که مثلا هخامنشی‌ها گذاشته بودن، خب دیگه مثلا تو مصر رو یکی گذاشته بودن، اینا معمولا هم از نجیب زاده های ایرانی بودن. بعد خب این مسئول گرفتن خراج و مالیات و از این داستانا و برقراری نظم و اینا بودن. بعد این ساتراپ ها مثل این که گاهی اوقات هم مردم زور میگفتن و کارایی میکردن که خب نارضایتی به بار میآورد. خلاصه که ساتراپی که مصر بود مثلا این اتفاق افتاده بود و اسکندر خیلی راحت با پیغام به هر جا که میرفت فتح کنه، با پیغام این که آقا من اومدم به ظلم پارسیان پایان بدم می اومده. شعارش این بوده. به مصر که میرسه خیلی راحت مردم پذیرا میشن. فرعون از این فرصت اسکندر از این فرصت استفاده میکنه، تاج فرعونی سرش میذاره و برای خدایان مصری قربانی میده. احترام به اعتقادات مردم یه جورایی باعث میشه مردم اعتماد کنن و این اتفاق میفته. مصری‌ها هم باش همراه میشن و اسکندر شروع میکنه به سمت تخت جمشید پیش رفتن. حالا داشته باشید من مرور بکنم. اسکندر یه کار دیگه هم میکنه، میگیره خودشو پسر آمون یعنی خدای بزرگ مصر معرفی میکنه و با این کار دل مردم مصر رو بیشتر به دست میاره. اما هنوز بزرگی حکومت هخامنشی ادامه داره، هنوز اسکندر مصره. بعد اسکندر پا میشه میاد به سمت پارس و اینا، از سوریه و بین النهرین عبور میکنه و اونجا جنگ گوگمل، اگه تلفظشو اشتباه نگم، رخ میده. داریوش سوم با کلی فیل بزرگ، عرابه، نمیدونم هر چی بگید میره سمت اسکندر، ولی اسکندر با وجود اینکه تعداد سپاهیانش کمتر بوده پیروز میشه. این انگار نقطه‌ای بوده که هخامنشیان رو به شکست بیشتر نزدیک می‌کرد. داریوش سوم عقب نشینی میکنه، برمیگرده تخت جمشید. بعد چی میشه؟ آریوبرزن فرمانده ایرانی تو دل کوها کمین کرده بوده با تعدادی از یاران وفادارش، رو اینا سنگ میندازن و این داستانا و خلاصه یه مدتی اسکندر رو اونجا حیرون میکنن. ولی اسکندر چیکار میکنه؟ از یه محلی کمک میگیره، بهش وعده پول یا مقام میده. در نهایت راه مخفی کوهستان رو یاد میگیره، آریوبرزن رو شکست میده و اون نقطه آخرین نقطه دفاع نظامی ایران برابر ارتش اسکندر بود. یه طورایی پایان هخامنشیان. اسکندر که راهش باز شده بوده میاد به سمت تخت جمشید و وقتی به تخت جمشید میرسه و شکوه و عظمت اونو میبینه یه جورایی برگاش میریزه. اصلا اسکندر تصمیم به آتش زدن تخت جمشید و خراب کردنش نداشته. شب تو کاخ یعنی تو تخت جمشید مهمونی برپا میکنه، سپاهیان مقدونی و خلاصه اسکندر مهمونی برپا میکنن و اینا. یه چیز دیگه، اسکندر حتی دستور داده غارت نکنید و از خزانه ها هم محافظت کنید.
بعد میرسیم به کجا؟ میرسیم به همین جشنی که برپا شده. تو این جشن یکی از زنان نزدیک در سپاه مقدونی به اسم تایس، همیشه پای زن نرمیونه، این میگه که آقا اسکندر جون، چرا ما انتقام آتن رو از اینجا نگیریم؟ خشایارشاه اونجا رو سوزوند، چرا ما سرزمین اینا رو نسوزونیم؟ اسکندر که مست بوده مشعل برمیداره، آتیش میکشه و آتیش پخش میشه و خلاصه که همه اینا فرو میریزه، سنگا داغ میشن و تخت جمشید به این اوضاع میرسه. صبح روز بعد که اسکندر از خواب بیدار میشه و اوج خرابی و ویرونی رو میبینه، از حرکتش پشیمون میشه. داریوش سوم که به سمت شرق فرار کرده بوده، اسکندر میفته دنبالش که بگیرتش، ولی وقتی بهش میرسه توسط یکی از ساتراپاش به واسطه اینکه میخواسته اونم به یه مقامی برسه کشته شده بوده از قبل. اسکندر داریوش سوم رو به پاسارگاد منتقل میکنه که اونجا اون رو با احترام خاک کنن. و خودش تا اینجا مثلا فکر نمی‌کردم اسکندر هم چه آدمی باشه که مثلا بخواد با احترام برخورد کنه، فکر می‌کردم کلا فکر خراب کردن بوده. خب نظرم راجعش عوض شد. همین حین یه سری هم از ایرانی‌ها بلند شدن و با پیغام آزادی خواهی و اینا، و خب اسکندر قدرت بیشتری داشت و در نهایت اونا هم از بین رفتن. و حتی این هم گفته میشه که اسکندر لباسای ایرانی میپوشیده و حتی تو جشن‌های ایرانی شرکت میکرده، حتی تاثیر فرهنگ قرار گرفته بوده. بعد از اینکه اسکندر میمیره، هر کدوم از ساتراپ ها حالا حکومت‌های تشکیل میدن و دیگه اون نظام شکوهمند و اینا از بین میره و کشور جدا میشه. این بود داستان پایان حکومت هخامنشی. برای من جالب بود. اگه دوست داشتید سابسکرایب کنید و منو کنار خودتون داشته باشید. بوسی بهتون.